یه عزیزی به من میگفت من نماز صبح نمیخوام، چیکار کنم جناب مولانا؟ گفتم خب نماز صبح که بعد بیدار بشی دیگه. گفت نمیشه، من به خدا موبایلمو میذارم، به خدا نمیدارم چی رو کوک میکنم، چی رو خانوممو میگم منو بیدار، آخر نمیشه، چیکار کنم جناب مولانا؟ گفتم ببین جناب، مسئله نه زنگ موبایلته، مسئله نه کوک فلانته، هیچ چی نیست، مسئله یه چیز دیگه است. گفت چیه جناب؟ گفتم نگاه یه مثال ساده بهت میزنم. اگر امشب اعلام کنن یارانه ها رو ساعت 1 نصف شب میریزن و فقط نیم ساعت وقت دارید برداشت کنید، اگر نکردید میسوزد. ساعت 1 شب چند نفر بیدارن ایرانی؟ چند نفر؟ به خدا بچه اون قنداقی رو نمیذاریم بخوابه تا هم بیدار باش که یه وقت ممکنه بهانه بیارم بگم بچت خوابه. ابو جهل اعلام کرد در قریش که 2 تا اعلام کرد: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. گفت ای جوانا، ما بزرگ شما هستیم، به این قرآن گوش ندید. لا تسمعوا لهذا القرآن، وقتی دارن میخونن محمد یا یارانش، اگه ناخدا شنیدید این بند انگشتتون بکنید تو گوشتون تا نشنوید. لا تسمعوا لهذا القرآن، چون میدونست که اگر گوش بدن در جا ضرب فنی میشن، در جا مغلوب میشن. اگر مجبور شدید نمیتونستید دستتون تو گوشتون بکنید محمد و یارانش قرآن رو با صدای بلند میخوندن، الغوا فیه، صحبت‌های بیهوده بی ربط صداتون بلند بکنید، حرفای دری بری بزنید تا نشنوید چه دارن میخونن. این اعلام توسط کی اعلام شد؟ ابو جهل بزرگ. به کی؟ به جوانا. شبی از شبها ابو جهل تنها تو کوچه مکه میرفت. خوب دقت بکنید، خانه های اون زمان گلی بوده با همین تنه درخت خرما و شاخه های سمنت، دیواراش هم حصیری. صدام راحت چه بعد از نماز مغرب کل شهر آرام میگرفته. ابو جهل تو تاریکی کوچه های مکه میرفت، یک دفعه صدایی شنید، صدای غیر از صدای زمینی، صدای آسمانی ملکوتی، صدای کلام رب العالمین شنید که از بهترین بندگان خدا صادر میشد، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا همین روز هم اعلام کرده که چه کسی حرف محمد گوش نده. لا تسمعوا لهذا القرآن. ناخودآگاه صدای تلاوت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم تو کوچه تاریک مکه شنید، سیخ شد تو زمین، نتونست، چون خودش تنها بود خجالت نکشید. اونجا تو جمع بود که غرورش اجازه نمیداد، ولی اینجا دیگه گوششو اینطوری گذاشت. خوب که گوش داد، تو تاریکی نگاه دور برش کرد، خودش تنهاست. گفت خودمو سیراب کنم از این کلامی که واقعا معجزه آساست. این کلام محمد نیست. یک دفعه احساس یک نفس گرمی کرد کنار خودش. بعد تو تاریکی نگاه تو صورتش کرد که نفر دومی از بزرگان قریشه. گفت ابو جهل شما؟ سرورم شما؟ گفت شما. گفت شطور دیدی ندیدی؟ بیست. 2 نفری گوش دادن، مجذوب شدن. مدتی نکشید احساس نفس گرم سومی کردن کنارشون، نگاه تو صورتش کردن. سومین بزرگ قریش آمد ایستاد. چه خبره؟ شطور دیدی ندیدی؟ خودمونیم، گوش بدید چه خونده میشه. بعد از این که تلاوت رو گوش دادن، مجذوب شدن، نزدیک بود دیوانه بشن. این کلام چیه که قاضی دلها میشه، احساس آدم رو عوض میکنه، تولد دوباره به آدم میده؟ این کلام رب العالمینه. بعد که تمام شد حلقه زدن، 3 نفری به هم دیگه گفتن این آخرین بارتون باشه که اینجا میایید. گفتن اگر این جوانا ما را ببینن آبرومون میره، دیگه کسی از ما حرف شنوی نداره. ما بهشون گفتیم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، اگر ببینن که خودمون مخفیانه داریم گوش میدیم چه میشه؟ دیگه کسی از ما پیروی نمیکنه. فردا شب سر همون ساعت اولین نفری که عهدشکنی کرد ابو جهل بود. نتونست طاقت بکنه. سر ساعت همونجا ایستاد، شروع کرد به گوش دادن. نگاه کرد خودش تنهاست. از اونها تعهد گرفته که نیان. چند دقیقه بعد دید که نفر دومم عهدشکنی کرد، نفر سومم آمد. شما دیگه آمدید، دست خودشون نیست، چه کنن که چاره دلشون نمیتونن بکنن.
دوباره از هم تعهد گرفتن فردا شب سوم نیان. شب سوم دوباره ابوجهل عهدشکنی کرد، آمدن. بعد از اینکه شب سوم آمدن تمام شد، ابوجهل سفت و سخت صحبت کرد. گفت برادرای من میدونم که این کلام محمد نیست، این کلام بالاست. من میدونم که این محمد پیغمبر بر حق خداست، اما چه کنم که من بزرگ قریشم، من رئیس قریشم. چرا کلام خدا و نبوت بر یک بچه یتیم فقیر بی پدر و مادر بنی هاشم که عددی نیستن نازل بشه؟ این افتخار نصیب بزرگی چون من و طایفه من نشه؟ من با این کلام و این نبی که میدونم حق مبارزی میکنم. غرور و خودخواهی نگذاشت. چرا بر من نباشه؟ چرا من نبی بر حق نباشم؟ چرا این بچه یتیم؟ خیلی منحرف شدیم، خیلی کج رفتیم.